گرفتند. نظریه کوانتوم جهان را با دقت و روشنی بسیار توضیح می‌دهد و از ریاضیات دقیقاً به همان نحوی استفاده می‌کند که گالیله و نیوتن استفاده کرده بودند. به همین دلیل است که ما می‌توانیم پاسخ مغناطیسی یک الکترون را با چنان دقتی که گفتیم پیش بینی کنیم. نظریه کوانتوم توصیفی از طبیعت فراهم می‌کند که همان گونه که خواهیم دید قدرت تبیین و پیشگویانه بسیار زیادی دارد و می‌تواند طیف وسیعی از پدیده‌ها را از آنچه در تراشه‌های سیلیکونی می‌گذرد تا آنچه در ستاره‌ها رخ می‌دهد توضیح دهد. هدف ما در این کتاب این بوده که نظریه کوانتوم را از حاله ابهام خارج کنیم. این نظریه را حتی بنیانگذارانش در سده قبل بسیار گیج کننده توصیف کردند. در این کتاب می‌کوشیم با سود گرفتن از یک قرن پیشرفت‌های نظری و تجربی اکنون از منظر مدرن‌تری به نظریه کوانتوم بنگریم.